یکی از نکات مهمی که در بحث دادرسی مالیاتی در دیوان عدالت اداری مطرح میشه، بحث مهلت 3 ماهه شکایت در دیوان عدالت اداریه که متاسفانه برخی از شوکات این بازه زمانی 3 ماهه رو از دست میدن و در دیوان عدالت اداری شکایت نمیکنن. حالا امروز در این پست میخوایم در مورد یکی از نکات مهم این مهلت 3 ماهه، یعنی همون تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری به صورت مختصر بررسی کنیم. در خصوص این موضوع به نکته مهمی که باید توجه کرد اینه که در تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مبدأ این مهلت به اطلاع شخصه و نه ابلاغ. حالا این چه تفاوتی رو ایجاد میکنه؟ تفاوتش اینه که گاهی یک رأی ابلاغ میشه اما به اطلاع شخص نمیرسه. در این فرض مبدأ مهلت اون 3 ماهه هنوز شروع نشده. فرضاً در فرایند دادرسی مالیاتی یک رأی از هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص یک پرونده مالیاتی شخص حقوقی به کارمند اون شرکت ابلاغ میشه، اما اون دارنده حق امضا مطابق با ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم از اون رأی مطلع نشده، پس در اینجا ابلاغ به صورت قانونی صورت نگرفته. بنابراین این مهلت 3 ماهه رو ما دیگه از زمان ابلاغ محاسبه نمی کنیم و از زمان اطلاع اون مدیر محاسبه می کنیم. پس نکته قابل توجهی که ممکنه پیش بیاد اینه که امکان داره گاهی این مهلت 3 ماهه علی‌الظاهر سپری بشه، ولی اگر یک مقدار توجه کنیم میبینیم که مبدأ این مهلت از اطلاع شخصه. پس امکان داره که شانس دیگه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه ما بتونیم در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنیم.